کی گفته افغانستان فیلم نداره؟ بیا تا بهت نشون بدم. 5 فیلم افغانستانی معروف که آخری از همه معروف تره و حتی برنده جایزه گلدن گلوب شده. شماره 5: گرگ و گوسفند، داستان زندگی کودکان در یکی از روستاهای افغانستان و باورهای جالب آنها. شماره 4: نامه‌ای به رئیس جمهور، داستان زنی که برای دفاع از حق خود با مشکلات زیادی روبرو می شود. شماره 3: خاک و خاکستر، داستان پیرمردی که پس از یک اتفاق تلخ سفری سخت را آغاز می کند. شماره 2: بادبادک باز، یکی از معروفترین داستان‌های افغانستان درباره دوستی، خیانت و جبران اشتباهات گذشته. و شماره 1 و از همه معروفتر، اسامه، داستان دختری که برای کمک به خانواده‌اش مجبور می شود خودش را به شکل یک پسر نشان بدهد. فیلمی که نشان می دهد هنوز دردهای دختران سرزمینم هم پایان نیافتند. و همین فیلم توانست برنده جایزه گلدن گلوب بهترین فیلم خارجی شود. از این 5 تا فیلم کدومشو دیدی؟